آچته بگو که من پش نکنم. برادر 1 دقیقه اینجا بیا. من رو میگویی؟ تو را میگویم. کلاغاز چی خدمت کنم؟ کانی اینجا بیا. باشه چینجه کی شما؟ ما برای قرضی و سرداری مداشتت را به خاطرت آوردن آمدیم. اون قرض 50,000 میگویی؟ همون قرض تو نگیریم از اینجا به هیچ کجا نمیرویم. سردار گفت که در پایش میخ زنید. کانی پایت را دراز کن. اکا شما بیعقلین؟ در بین کوچه در پای آدم میخ میزنید. بچه ما هم عقل داریم. قرض به قیامت نمیمونه. میگه قرض به قیامت مونه وزبین میشود. پول کشید پرداخت میکنیم. حاضر راننده یک اکه قلیاردر شدگیم. همین که اویله که داد بعضی رمضان میتونتونه. از برای اون که سری وقت پول رو نآوردی با پایت میخ میکوبی. اکا جون ای خدا بترسین و این کارو نکنیم و بولن. سگاب نزن. یک برادرم از من 100,000 قرضدار است. اینا به نظرم اومده ایستاده است. سلام علیکم. کیست؟ اگر حاضر قرضم رو کرد کار شما حل برادر گذارید رفته با او صحبت کنم. گوش کن حالا تو میروی ما تو رو در اینجا انتظار میشویم. فکری گریختن رو نکنی که این دفعه دستگیر کرده با سرات میپرانم. فهمیدی؟ مایل شکر این خیلی نگویه نخواد از شما برای آدم گریخته شود. انا حوضی گیرسته میویم. مایلش اکی جوهر دولت بسرون 130 سال شوی اکی جوهر رقص کن دلدین دیل دیلن دلدین دیل دیلن. چیکار میکنی؟ چرا رقص میکنی؟ ای خدا تا من کاری تو رو حل کردم تو باشد میگی چرا رقص میکنی؟ چرا رقص میکنی؟ دلینه کار رو حل کردی؟ البته حل کردم. راستی؟ اکا جوهر مرده که سخن کرد در سخنش میستم. من گفتم که روزیش میکنم. هجری رو روزی کردم خیر. حلال بر تو پسرم. من تو گناهی تو را گرفتم. مرا فره میکنم. تو فکر کردم بیا تو را بوسم. اکا من شیطان تشنه لای او میبرم میدونی. اما اکا میدونی هجری بسیار پسر شرمگین است. انا مسئله پول و مال اونقدر نظر میبینم. او با کارهای این دنیا سر و کار ندارد. میدونی که با اون دنیا سر و کار دارد. مسئله پول و مال رو با من گذاشت. یعنی هجری حالا زمین را با پول فروختن میخواهد؟ نه با بوسا میفروشه. البته که با پول میفروشه. چقدر پول میخواهد؟ چقدر؟ اکا جواب 50,000 کروت حلق. باورم نمیآید. بسیار با نرخ ارزان میفروشد. زمین را با نرخ ارزان میفروشد. بیا یک باری دیگر بوسه کنم تو را. لیکن اکا جوار و سوچخش 50,000 میگویی قسم اول شد. قسم اول؟ حالا زمین را با طریق کردیت فروختنی است. این کردیتش از کجا برآمده؟ این کردیت چیست بلا زنده؟ خدا به خدا که صاحب زمین من نیستم. این را با هجری حل کنی. در حال میخواهد؟ بله در حال. حتی بسیار در حال بسیار میخواهد. رمله من بسیار وزمین داره بشورو. دیگر راه نداره. کنون پول را بدیم. قسم اولش رو ده بگرم میزن. قسم اولش ها؟ بله. دیده شما بگید. خداوند امیریست که هر کس هر خیل میداره ده. انا اکا تو در اینجا بسیار نگرد. به هجری هم یکون گپ نگو که پسر شرمگین است از فکرش نگردد. در این بین شما من میونارم. هر چیزی شد به من میگوی. مایلش؟ یعنی این مسئله رو تو خودت حل بکنه. از من چیزی میخوای؟ تو من رو میبینی حالا من به تشویش اکا وزنینی شما در گردن من. باز میبینی. سلام مایلش اکا بپرو گشتن. تشکر. خیر. خدای خداوند همین تکی مشکلی که دیگه افشا نبینیم. اکا جانو قرض آنی خیل به خانه میگیرن. اکا جانو خیر مجبوری را قبول کنین. با سردارتون گوین که به سری من هر مرغه روان نکنه. بریم اینجا حساب نکنین. اوجا بریم با حساب کنین. بیلسون که مونان در یک قرضدار به خودش رو میزنه. در نام مرم خدا جان که هیچ وقت مرا بریس نمیمونه. میگه از تو حرکت از من برکت. بابی اکرم گیرم یک طرف خانه برای میخواه بجنبونه. امروز نماز جمعه فرض خداوند رو به جا آوردن برکن. بله محترم جماعت موضوع امروز همون دفتر رو فراموش کردم.
برای من کرده های خدا را رعایت کردن پیغمبر حضرت یوسف را همه‌تون میدانید. البته سریال شدیدگی مگر نمیدونیم دوم برادرانش او را به چاه پرتافته بودند؟ بله، اساساً این خلستو اما چاه اساسی حضرت یوسف زلیخا بود. از این چاه باشد سربلندانه برای برآمدن موفق شده است. یعنی چه خیل دوملو؟ اما محترم جماعت، حضرت یوسف از طرف برادرانش به چاه پرتافته می شود و از آن چاه او را کاروانی که از آنجا می گذشت نجات می دهد. اما حضرت یوسف چنان روی نورانی را صاحب بود که او از طرف وزیر مصر خریده می شود. همسر وزیر مصر زلیخا باشد، چون حضرت یوسف را می بیند آتش می شود، یعنی با او عاشق می شود. محترم جماعت، عاشق. دوملو در دیدن اول عشق گفتید که برای ما هم حکمش گذرا است؟ البته، اما عشق زلیخا عشق این او نبود. او در این راه تمام ثروت و دارایی‌اش را صرف کرده است. چه خیل انسانی مبارک بوده است. اتت نمت را گیر. تو از کجا میدانی؟ زلیخا ذکر کردن شمال‌های شبانه را در حق حضرت یوسف و در آسمان نام حضرت یوسف را نوشتنی ستاره ها را گفته است، یعنی تا این درجه عاشق شده است به حضرت یوسف. مرحمت. تشکر. سلام مانده نباشه. سلام، تشکر. به من زیا بیلگین در کار بودند. او داملوی مسجد است. زیا بیلگین؟ زیا، بله. غمگینم خانم، زیا بیلگین وفات کرده است. چی؟ متاسفانه خدا رحمتش کند. پس اونی که در حجره من خوب است آن کیست؟ لبای خانم؟ به شما نگفتم. یا خدای توبه، داملو زیا داملوی سوخته بوده است. محترم جماعت، حضرت یوسف بسیار بنده خوش اخلاق است. مردن رو اولا میشمارد و با همسر شاه با چشم بد نمینگریست. در این حالت زلیخایی که عشقش رو با فریاد اعلان میکند به گوش مردم میرسد. اما حضرت یوسف رو دیده با عاشق نشدنش مگر کار سهل است؟ با من آدمانی را که گپ میزنن نشان دهید، میگوید زلیخا، و تمام زنها را به خانهاش دعوت میکنند. یک دسترخوان آراسته در نزد هر یک زن میوه و کرد میگذارد. زنها هنگام با کرد پوست کردن میوه ها نوری روی حضرت یوسف آن مکان را با چنان نوری اسرارانگیز پر میکند که در آن حالت چشمان زنها بغیر از روی حضرت یوسف دیگر هیچ چیز رو نمیبینند. در یک وقت همه در کجا بودند و چیکار کردنشان را فراموش میکنند. در این اثنا زنها دستان خودشان رو میبرند، اما چیکار کردنشان رو نمیدانند. زلیخا باشه چون میگه انا من برای زیبایی بغیر از یوسف دیگر تمامی کلمه ها را هم از قلبم هم از لغتم بیرون کرده. جماعت عزیز، این چنان عشق است که برای این حضرت یوسف حتی زندانی شده است. چشم عشق انا همه خیلی کور است. دوملو، پیغمبر حضرت یوسف را چرا به زندان میپرتایند؟ این را من نفهمیدم. از سبب به عشق زلیخا جواب نگرداندنش ها دوملو؟ یا سبحان الله، با سر کردم. اینجا مسجد است، مسجد. ایرج، زنو چه بگی؟ ای نفقه خور، با سر نکن، پیشت را نگاه کن. از برای به عشق زلیخا جواب نگرداندنش، یعنی با دیگر معنا از برای به نفسش گوش ندادنش. محترم جماعت، برای به تهمت زلیخا گرفتار شدنش زندانی میشه. قصه رو بعد ادامه میدیم. حالا نماز رو ادا کنیم. خدا از همه امان راضی باشه. جماعت صفها رو راست کنید. قامت گفته این چی خیلی می شود؟ زیا بیلگین هم نیستی. پس کی هستی ها؟
است این آدمه؟ آقای سمی خوب هستی؟ خانم بیتور میگویند که دکتر به نزد بیمار میآید تا که صحت کند. من باور نمیکردم. بخشی شو چی شد؟ یک بار دیگر این خیل هم شده بود. ناگهان اطراف همه تاریک می شود. خیلی که از هوش می روم. لیکن از هوش نمی روی؟ بله اما مانند از هوش رفته می شوم. فهمو خیر این در کدام حالت و در کجاها می شود؟ در این جاها می شود. در این جاها؟ یعنی در عموم در مکانهای محکم وقتی ماشین راندنم. یعنی شما را از چی شکایت دارید؟ انا از هوش رفتن یک پهلو شده ایستادن مانند اونه که از پا میمونی. فهمیدم. هر چیز زودتر به نزد یگان دکتر روید. حالا در نزد دکتر هستم. بله و لیکن من دکتری کودکان هستم. سمی تو در اینجا چی میکنی؟ ناراحتم. تا با رفته در دیگر جا ناراحت بشه. اکا دوموزیو با فکرم عصبهای آقای سمی خسته شدن و این بیماری است که معلوم نیست که در کجا به آدم رخ میدهد. عصبانی من عصبانی نیست. این رو سرش بیراند. برادر رفته در دیگر جا آرام شو. دیگر جا نیفتی ها؟ بهتون دور شو که میکشم. چی؟ آقای سمی حالا خودتون رو خوبتر حس میکنید؟ با فکرم خوبتر حس میکنم خودم رو. اما شما حتما به نزد یگان دکتر روید. در حقیقت سپاسگزارم. تا بازدید خانم بیتول. روز بخیر دوملا زیاد الله. گم شو. روز بخیر. بیتول آخر این سمی احمق روزهای آخر در گرد تو بسیار گشته ایستاده است. التماس از او دور شو. اکا جان من تنها کمک کردن خواستم. با کسی بد مانند است. خیلی آدمی بد است. اینه التماس از او دور شو. مایلش بعد از سالهای زیاد اکم رو یفتم مگر از گپش میبرایم؟ حاضر کار داری یا نه؟ نه. بیا در اینجا چای نوشیم. مایلش می نوشیم. رفتیم. خانم سلین مرا اونقدر خرسند کردید که راستی گپ من از آن میترسم که شما را از دست میدیم. همچو دوست خانم سلین همچو دوست. لوین اون گپی دوست گفتن رو لطفا با آخر برسون. یعنی من میدونم که با من حسیو داری. بله چی؟ یعنی بله در حقیقت میدونید؟ البته که میدونم. به حسیو تویت هم احترام میگذارم. اما اگر در نزد من گپ های دوست رو گپ نزنی بسیار خرسند میشم. یعنی نسبت یکدیگر درست باشه. خانم سلین گپ زدن گیرید. بر روند دلی من گپ زده استودید. دیگر خانم نگوی. سلین جان. تنها سلین. سلین. لوینت نسبت تو درست میشم. یعنی چی جای دروغش است با تو وقت گذراندم به من بسیار خوش است. بسیار شیرینی، بسیار مهربانی، بسیار انسانی وقت خوش هستی. اما حسیت البته که چیزی علایده است. آخر میدونم خانم سلین. نه سلین جان. نه سلین. تنها سلین. یعنی من همین رو از خودم پرسان شدم. گفتم که عجبا من به خانم سلین بسیاری بد فشار آورده ایستادم. خانم نیست، خانم رو پرتافتیم. یعنی من شما رو گفتم که دوستتون میدارم. شما کمتر ترسیدید؟ یعنی نترسیدم اما کمتر حیران شدم. کمترک؟ کمتر. لیوینت؟ محتاب؟ این توی؟ البته این منم. بیا تو را خوش گیرم. بیا یک اچاقت کنم خوب هستی. محتاب دختر زیبا بودی سرت را سرخ کردی باز زیباتر شده ای محتاب جان. از راستی میگویی؟ با خدا که راست میگم. با خدا که تو هم بسیار زیبا شده ای. من در اون میز نشسته بودم تو را نشناختم. تو نیز مرا ندیدی؟ نه جانکم. با چی کار مشغولی؟ از خفه کار و بار زندگی. من پلیس شدم. تو جدی میگویی که پلیس شده ای؟ اما من میدونستم. میدونی تو در کودکیت هوشیار زیرک بودی.
گربه های در بالای درخت بوده رو دائم تو پایان میفرآوردی. اون وقت تو در خیالی چقدر دختران بودی. تو میدانی که اونها تو رو خیلی دوست می‌داشتن. اینه جانی خبر من نکن که ایزا کشید. من شاد شدم. نامی من سلین. من هم شاد شدم. وای اویلادور شدی علیبی؟ نه جانم مگر خیلی میشود. ما تنها با خانم سلین دوست هستیم. مرا ببخشید که شما را شناس نکردم. مهتاب دوستی کونه من از ایام مکتبی از سال 91 92. در مکتب میانه دایم یک جایی بودیم یعنی همین خیر. این باشد خانم سلین دوستم یعنی که دوگانم. شما هم پلیس هستید؟ نه پلیس نیستم. باشد هیچ کس مکمل نیست. مهتاب ببین کو بشه چق کنیم بشی بنشینم؟ مرحمت چین تو نمیرسیدی. مهتاب ببین چیکار کرده گشتی؟ شو کردی نکردی؟ کنی گپ زن. نه از کجا؟ دختر تمامی بچهای مکتب قفوت میدویدیم یختش نگرفتی. پسرانی زیبا هستند و میدونیم مانند تو خوب و با معرفت نیستند. لیلی مهتاب جان رحمتی کلانو کمتر از گپات ایسا کشیده است. چرا شرم میکنی؟ من راستش رو گفته ایستادم آخه. تو بسیار پسری میفهمیدگی هستی. اونی که با تو ازدواج میکند راحت میکند به خدا. مدام که این خیال است تو بولوی اویلادور شوم میخیل نه بسیار شخصی میفهمیدگی. من بعد از چی میروم با راحت صحبت کنید. با او چی شد؟ لیوین راستش رو بگو این دختر دوست داشته ای تو؟ چرا نگفتی؟ نه از کجا مهتاب ببی ما دوست هستیم تنها با او دوست هستیم. این چی نزدیکی هستن؟ چی شده است تو دست آخر؟ نه تو بسیار زیبا شده ای. نه تو بسیار پرقوت شده ای. چی شده است تو دست؟ چی شده است تو دست؟ دوستی هم حد و حدود دارد. این چی صمیمیت است آخر؟ بله هم حلال بود. من در میز نشستم اون دختر اومد من رو فراموش کرد. حیف بود. به خدای سلین آرام شو آرام. آرام شو. آخر این دختر کیست؟ به ناخونی من نمیارزد. از او دیده من بسیار زیبا هستم. هم آخر لیوین مرا دوست می‌دارد. البته آخر لیوین مرا دوست می‌دارد. مرا ای سلین تو چی گفته ایستاده یا؟ اخلاق رو گم کرده ای. سرسته نبود. چی شد؟ دوست داشته کند رفت؟ چی میموند آخر؟ هیچ خیلی دوست داشته کنم خانم سلین. ما تنها دوست هستیم. شما ما را خطا فهمیدید. دوست بودنتون بسیار معلوم است. بس معلوم است دوست بودنتون. معلوم دوست بودن. با ما چی ها؟ دختر خاله گپ زنود معلومه که لیوین در رشک کرده است. این چه سفسطه ها؟ من چرا با تو رشک کنم؟ سفسطه است. رشک میکردم. ما را ببخش عزیز دلم زلیخا. تو چرا میخندی؟ هیچی نه یک فکر در سرم اومد. چی علاقه دارد من چرا با تو رشک کنم؟ چرا رشک کنم؟ در حقیقت سفسطه گفته ایستاده لیوین. در حقیقت سفسطه گفته ایستاده. راست هیچ گپ نه. خوراک رو دوام میدی. اشتوی دوام. یگان پیش خدمت این میز رو نگاه نمیکنند. نه اگر نگاه نکنید ما از اینجا خسته رویم. این چه احمقی هستن؟ تمام خانم سلین کسی اکتا دور پرتا ما ایشم بشکن. های دنبالای سخته چه خیل همه را فریب کرد. از همه بسیارتر مرا. این رو بین این رو چه خیل خودش رو مانندی دنبالا میگیرد. شیطان. اما من به تو نشان میدهم. زیا در حال به اینجا بیایید. لبر خانم لطفاً یک به اینجا می آیید. با اجازت شما. چه شد خانم زهرا؟ بسیار چیزی مهم شد. با خیر از چی شد؟ چی شد؟ باز خودتان رو به نادانه میزنی؟ خیلی خودم رو به نادانه میزنم.
شروع میکنیم. مایمون تو کی هستی؟ حیوان تو چی من رو فریب کردی ها؟ من یکم کار نکردم دیر دستم چی کار نکردی؟ از برای توش همه پول هایم رو بایی دادم دیونه چی تو ها؟ در بیرون خفود که احوال تا بعد میکنم سگرم ایستا از اون یکی جنجال بکنی پول بایدادگیت رو سپار فهمیدی؟ اینه که تو هم با همین پول چسبیدی؟ ما در چی خیاله ما این مردک باشه در کی چی خیال است؟ من پول رو در خانه فراموش کردم. با ما شوخی کرده ایستاده ای؟ نه استغفرالله چی خیلی شوخی کرد؟ اجازتی؟ من رفته قبچوی پول از خونه گرفته میآیم. پول رو در همین جاته. برادر اجازه ده بر رفیقم زنگ زنم پول ها رو گرفته میاره. میمون با من بازی داری ها؟ برادر هیچ خیلی گپ زنی سخنات سنجده گپ زن گفتیم که میاریم هم پول تا میاریم اخی. کانی بگو چی خیلی میاری؟ بیش که برادر من آدمی اندک مندک نیستم. من یگان وقت وعده خلافی نکردم. گفتم که پول تا میارم. گپ زنی را بینه ها؟ تو خودت کی هستی؟ من کلتکیلسم. بله خانم زهرا گپ زنه جوابتان رو انتظارم. من چیکار کرده ایستادم؟ اگر دامولوی ساخته بودنش در رویش گویم همه میفهمد. بویم باشد نابود میشود. خانم زهرا گپ زنه. جوراب‌هایتان را دائما در حجره من پرتافته میروید. من به شما خدمتگار نیستم فهمیدید؟ برای همین گپ به اینجا اومده. بله برای گفتن این به اینجا اومدم. لطفاً کم ترکک با تربیت شوید. برای شما مردان تازگی آنقدر مهم نیست میدونم ولی برای ما زنها بسیار مهم است. جوراب‌هایم؟ بله جوراب‌هایتان رو. عجیب بسیار هم عجیب. این شمایید عجیب. شما چرا اینقدر بلند گپ زده ایستادید؟ من تنها عجیب گفتم. من هم باشم شمایید عجیب گفتم آخر. اینطور باشد برابر شدیم. چی گویم؟ برابر شدیم. چی گویم؟ حالا میبینید آخر. خدایا صبر بده. اکا از روسی که کالتا کلاس تو هستی؟ چی شد؟ معقول نشدم؟ یا گوشهای تو کار است؟ گفتم که آدمی اندک مندک نیستم. بخشی شکر ندونسته. استغفرالله بچه‌ها این خیلی شدنش ممکن این خیلی میشود. غمگین نشوه. خیلی که وعده دادم پول قرضت رو میارم. ایلش اگر نفورم نمیارم. فهمیدی؟ خیر بچه‌ها شما رو برای میبخشین اکا. شما رو یک ثانیه ممکن؟ چی شد؟ بخیر است؟ شما رو باید به نزد سردار بری. برای چی من رو نزد سردارت میبری؟ اکا سردارم مخلص شما هست. اگر اومدن شما رو فهمد دور شما رو به نزد او نبردنم رو فهمد ما رو بسیار جنگ میکنند. مخلص من است؟ شما رو باید به نزد او ببری. از نام من به سردار سلام بگو. دفعه دیگر روز دیگر که اومدم میدرایم. مایل شکا. لیکن حاضر باید به نزد سردار روی. گفتم که روز دیگر اومدم با پیشش میدرایم. اکا جان لطفاً به نزد او برویم. من فهمیدم. رفیقان شما رو همراهی کنند. خیر مایلش این روز رفتم رو میبینم. تمام مایلش. شکا جان رفتیم اکا. پیش دارد بچه‌ها. زود به سردار خبر ده. خوراکی بسیار روزی رو خوردیم. من رو ببخش جانم. خوش آمدید جانم. خوش باشه جانم. کنی بگو کی با کی جویا بودم؟ با کی؟ با لوینت؟ زهرا؟ جانم یگون چیز شد؟ با یک دوستم گپ زدم به همین خاطر سرم درد دارد.
یعنی او چی گفت که سری تو درد دارد؟ از آدمی که با اویلا دار است در اصل از دیگر بودن اون آدم شبهه داشته است. این چی معنی دارد؟ دختر فکر میکند که با شخص مهندس و نامش ازگور اویلا دار میشود. بعد یک روز میفهمد که آدم نه مهندس نه نامش ازگور بوده است، یعنی دختر را فریب داده است. این خیلی شخص نبوده است. اگر تو میبودی چی کار میکردی سیلی؟ راستی گپ زورو اگر من میبودم راست از شوهرم میپرسیدم. راست میپرسیدی یعنی؟ راست میپرسیدم. چی میکردم دیگر مگر از پسش یکم آدم میموندم؟ ای زورو، در این باره یک فیلم تماشا کردم. آدم قاتل شدید است. به خدا بسیار ترسوار. وای سیلی بس کن، مرا نترسان. آخر من خودم از فیلم های دهشتناک میترسم. خاموش باش. من باز شد میکسم اخی من نشه فروش نیستم اخی من خاموش میکشم. اکا شخصی که محلوی درباره شکایت کردن انا همین است. برداشت آوردمش. این کثافتی حرام همان حریف است؟ بله اکا. از بالایش شکایت شده است. در محله یک کودک را نشامان کرده ای. او باشد از خانه گریخته است. با نوم الله اکا من نشه نمیفروشم اخی. اشما باید درست فهمید. این من عرق میخورم. این کار را رد نکن که جزایت وزنین میشود. بریگه حرام. اکا مرده او را یک لطو کوب کنم ها؟ این مرا تو براست گفتی. خیر نباشد میپرم. اکا جو رحم کنید. التماس رحم کنید. من یا ولی کلو نمیخورم. ای خنیگا، تو مگر با کودکان مردم رحم کردی که ما با تو رحم کنیم ها؟ مرا گوش کنید. با این نشه جلاب مقدار زیادی نشه دید تا که بهوش شود. بعد به گرداب دریا پرتوید. بگذار گرداب دریا او را به خری زمین برد. جای این نشه جلاب دوزخ است. یعنی پیش درا. اکا یک چیز گویم. انا این مسئله کشتن رو از داملا پرسیدن در کار گناه است گفتم داخل. من نمیگویم که او را کشید. تنها با اون نشه دادم به دریا پرتوید. فهمو مایلش رفتی پیش درا. اشتر یک دقیقه یک رفته کنی از داملا پرسیم که این با کشتن داخل می شود یا نمی شود. از داملا یک دستور گیریم کنی رفتیم. نه کنی پیش درا. باورم نمیآید. به خدا که باورم نمیآید سیلین. تو در اون طرفخانه چیکارها کردی؟ مگر اون رفتار به تو زیبنده است؟ چی؟ مگر لیوین به من محقول است؟ نه جانم، این چی علاقه دارد؟ پس چرا او رو در نزد شوبه انتظارم؟ برای دیدن او آمدم. انا به بیرون برآمد. چی یعنی؟ من با او عاشق می شوم؟ بس است. خود به خودم گپ زده ایستادم. سفسطه میگویم. یا خدایا، من چرا خود به خود خندیده ایستادم؟ ای بس است آخیر. سفسطه نگوی. لیوین تنها دوستی من است. دیگر از این زیاد باز چی می شده؟ از این زیاد شده نمیتواند. ناممکن است. انا حاضر من از اینجا زود می روم. لیوین تشکر. فهمو. سلام علیکم دوملا. و علیکم السلام. اکا ما هم جشینه. مایلش.
عاشقم عاشق برویت گر نمیدانی بدان سوختم در آرزویت گر نمیدانی بدان. آی تو چی گفته ایستاده خودت را به دست گیر؟ شب لیلی به مجنون گفت ای عاشق شیدا تو را عاشق شود پیدا ولیکن مجنون نخواهد شد. آه لیلی آه لیلی. چی گپ است؟ خاموش خاموش. ای دامولا با شما یک سوال داشتم. مرحمت آقای کمال. دامولا در محله ما یک بیشرف یک کودک را بیراه کرده است. نشأه فروخته کودکان را نشأه‌مند میکند. وای بیشرف نادم. ای با این خیل آدمان هیچ رحم نکرده این حرامی را گرفتن نابود میکنی همین قدر میگویم. اما البته که این خیل کردن لازم نیست. این خیل آدم ها را باید اصلاح کنیم. دامولا لطو کوب کرده اصلاح کردن جایز است؟ لطو کوب کردن؟ تا مردنش لطو کوب کنیم تا که اصلاح شود. آخر این خیل نمیشود آقای کنان. این خیل نکنید. دامولا با اجازت شما بخیزم. البته. چی شد؟ ناراحت شدید آقا؟ نه استغفرالله. نه آقای خلیل بیا همین هم خیستنی بودن. خیر تو بود. روز بخیر روز بخیر. ای خانم سله شما در اینجا چی میکنه؟ برای اومدن تا میمونم. ممنونم. من از دیدن تو بسیار خرسند شدم. کدام شما رو به اینجا آورد؟ یک دقیقه مگر شما به اینجا به دیدن من اومدید؟ تو چی سفسطه گفته ایستاده یا؟ من آخر چرا برای دیدن تو آیم؟ چرا بیایم ها؟ تو چی رو اشاره کردنی لیوین ها؟ چی رو اشاره کردنی؟ نه استغفرالله خانم سلیمان من هیچ رو اشاره نکرده ایستادم. یا خدای توبت مگر شهروند عادی اومده در نزد شعبه پلیس ایستاده نمیتواند. تو چی گفتنی هستی؟ چی رو تو اشاره کردن میخوایی؟ نه آخر. ها آخر یک دقیقه من یک شکایت دارم. شکایت دارید؟ بله شکایت دارم. مایل شکایتتون رو با من گوید. چی؟ من ماشینم رو در مکانی خطا گذاشته بودم. با من جریمه ننوشتم. چی خیر ننوشته باشم باز خوب. لیوین ماشینم رو میگویم با جای گذاشتم که در اونجا گذاشتن ممکن نبود. یکی دیدم که به همه جریمه نوشتن با من. چرا به من ننوشتن؟ چرا حتی دیدم که آینه پاکنکو در جایشون ایستادن. از دیگران موشن برداشته بودن. چرا از من در جایش ایستادن؟ لیوین جان لطفاً از تو خواهش میکنم با شعبه‌های بازرسی اتومبیلی به رفیقانت این حالت رو خبردار میکنم. من نمیخواهم که حق دیگر آدمان به من گذرد. حق یگان کس به من نگذرد. مالش خانم سلی اینجا شعبه پلیس است بیدیا نیست. من گپم رو گفتم. خیر تا بازدید خودت رو احتیاط کن. خانم سلینا معلوم که مشکلی داره اما نامعلوم. کاش که نسبت من کمتر آشکار رفتار میکنی. نه معلوم که خانم سلین لیوین رو دوست نمیدارم. نابود اما لیوین سلین رو دوست میدارم. داملا لابای میدونید من با شما وعده داده بودم که دیگر اصلا آدم نمیکشم. من از گپم نمیگردم. من میگویم که این دشت جلاب رو به دریا پرتافته کشم میشود. آقای کنان اگر خواهید این طور کنید شما این بیناموس رو به دریا پرتوید در آب خوب نگاهش دارید بعد از آن او را گرفته به نزد ما بیارید. من نصیحت میکنم البته که اگر نصیحت را هم بفهمید. مایلش داملا خیر نباشد. ما این خیل میکنیم. با اجازت شما روز بخیر. روز شما هم بخیر. خیزت میرویم. آغازی لیلی من سیوال جان السلام. تو را بسیار دوست میدارم و میخوام که یک سر رو دوست سر کنیم. تو رو مگر به حبس نکشیده بودن؟ برای دیدار تو رو دیدن از محبس فرار کردم. های مرا گوش کن از اینجا نبوچم مرا به داد زدن مجبور نکن. من دیگر با تو کاری ندارم. دفشن زود باش. خیر جانا کم عصبی نشو رفته ایستادم. بیرم مایلش خیلی شرف میرویم. پیش درو این رفته میبیم. در اصل
خودی اینها رو با لیوپارد افتن لازم است. خیر چی کار کنم؟ چی؟ یعنی کالتاکیل از خودت بوده ای؟ بله منم. من بسیار هم مخلص تویم. ممنونم. در مجله ها آن حادثه های بسیار هم نو تکرارت را بردوام میخوانم. از شما برای همش سپاسگزارم. تو دیواری راست را هم میبرآمده ای. چقدر خواهی میبرایم که اما البته که اگر دیوار راستی بد باشد با آن هم برآمدن کمتر مشکل است. کمتر چخروپسی باشد آزادانه میبرایم میروم، با من مشکل نیست. من کالتاکیل هستم کو. بسیار خوب، کن یک برای ما دیوار را برای ما هم بینیم. اگه شوخ بوده ای به خدا. برای شما که به خدا که بسیار شما شوخ بوده اید، بسیار شوخ بوده اید. شما با مثل همون پدری که برای پسرش میگوید پسرم کنی به همین دیوال یک جهیده برای امک‌های دم گیرند. که این نسخشی نه، دیوال برای کاری آسان نیست. چرا سپورش میدید شما؟ این چخیل گویم هنگام عملیات خود به خود الهام میوید میبرایم. یعنی این وقت ساعت دارد به سپورش نمیشود. راست میگویی، با تو آشکارا گپ میزنم. از ما قرضدار بوده ای. اکا نپرس، این خطای تکنیکی بود. من در حیاتم مغلوب نشدم. یک مرد در آنجا با قاش میجهش مرا گیپنوز کرد. کمی فریب خوردم، اما شما فکر نکنید پول رو میارم. نه در کار نیست. من قرضی تو را تازه میکنم. حتی بر بالای آن پول هم میگیری. یا خدایا. باور کنین وقتی که از این در آمدم شما رو دیدم به خودم گفتم این انسان مبارک کی باشد که از رویش نور میبارد. باور کنید که شما با مثل ملائکه هستید، اما بینید اطرافیاتون رو بینید، این مرده های خنوق رو بینید، اینا لایق شما نیستند. که چرا رویتون رو تروش کرده قواق میاندازید؟ میمره از سردارتون عبرت بگیرید. ایرا بین میگی سوزوندشونه ای. اکا جان به خدا مرا در خجالت گذاشته. دلم نسبت شما بسیار گرم شد. با تو یک کاری مهم دارم. بفرمایید اولیا حضرت. چیکار بود است؟ گپ را دراز کردن نمیخواهم. از آثار خانه ملی همون یک دو چیز را دزدیدن لازم. من چیکار میکنم؟ چخیل دزدی اکا؟ از من نرنج. و تو بر این یک قهرمان بی‌نظیر کلمه دزدی کمتر ناجا شده، اما تو این را چخیل میگویی؟ نه اکا، ما هم دزدی میگوییم، اما این کار ناگهانی شد. خوب، از راضی شدنت خرسند شدم. تا پگاه شب به تو مهلت. من این کار را حل کن. انا این رو بگیر. اکا من که راضی شدم؟ من حالا مسئله رو نفهمیدم. این چه خیلی رفتار است؟ این چی است اکا؟ در آنجا درباره چیزی را که باید بدزدی نوشته شده است. تمام معلومات هایی که به تو لازم می شوند در آنجا قید کرده شده است. یگان جای نافهمی هست؟ اکا من کارتون رو حل میکردم اما من وقت ندارم. همین که وقتم شد اولین فرمانی که به جا میارم فرمان شما است. راستی گم این کاری میده چویده است. وقتی خالی که شد حل میکنم. تمام؟ از دیدارتون شدم. خیر یا بسم الله. ایست. مرا گوش کن، این حجت در تو نیست. اگه ساعتی 10 به این سراغ میایی قرضت رو تازه میکنی و بالایش هم پولی نقد میدیم. شرط همین است، هر کسی که با خواستی من راضی نمیشود او را نیست و نابود میکنیم. خودت این را خوب میدانی. آنجا در نزد در 3 محافظ سلاحدار هست. با سیستم کامیراها احاطه شده است. نام تو بیهوده کالتاکیل نیست. تو با یگان واسطه راهش را یافته به داخل می‌داری. من حجت ها را گرفتم اکا. کارت حل است. این طور باشد از پی کار شد. مرحمت. سلام. من هم شما را انتظار بودم. بخیر است. با شما در یک موضوع گپ زدنی. درسترش از شما یک سوال رو پرسیدنی بودم. مالش پرسیدم میتوانید، لیکن من یک دفتر داشتم. عجب اون رو ندیدید؟ دیدم. در کجا؟ در اینجاست. رحمان. این دفتر چیست؟
نه هیچ چیز نه. دفتری است که در آن دعاها نوشته شدن برای من بسیار مهم است. شما چی پرسیده نبودید؟ داملا زیا. لبای خانم؟ یا که مگر یگان نام دیگر میگفتن؟ یعنی چی خیلی؟ چی گفته نبودید؟ مرحمت. زهرا جان اپای حاله بای از نی اونالم با زیارتی بابایم اومدن از نی اونالم با داملا زیا شناس شدن میخواهد. در کجایم بلیس جان؟ در حجره بابایم. مایلش ما کمتر پس می آیم. رحمتی کلام. مایلش. من باید زود روم. بخیر است داملا به کجا می روی؟ فراموش کردم. در محله ما خاله رمزیه گفتن یک زن است. نبیرش امتحان دارد. برای او دعا خواندنم لازم است. همین خیل. همین خیل. بای از نی اونالم حالا هم شناس نشده. به فکر شما این عجیب نیست؟ بله البته عجیب است اما سراسیمه نیست. انتظار شده میتوانم. سراسیمه نیست. بله تو بازدید. سراسیمه نبوده است. زلک جان این از کجا برام؟ یزنا داملا در خانه است. بیایید درید یک بار شناس میشوید. خوب شناسایی همه روز بوده است. بیا رفته. بیا شناس شویم. همین تو نمیرسیدی آخر. بیایید داملا زیا. داملا زیا. حاضر در همین جا بود. به کجا آخر این از یزنم گریخته شده است. اما چرا؟ یا که مگر گریزه است؟ در لباسی داملای ساخته شبری ساخته. گریزه بوده میتواند؟ شده نمیتواند؟ نمیتواند. یا قاتل هست؟ دوست گریزه قاتل. یا خدای تو به این آدم کی است؟ تو کیستی؟ برباس درد نداری خواب میره. من چیکار کنم؟ با بیتول همه چیز رو گفتم. کنان از یک طرف و نال از یک طرف از پیام هستن. این خیلی نمیشود آخر. روزی میشود که من رو دستگیر میکنن. دردم تمام نمیشود. نه تمام نمیشود. ببخشید آقا وظیفه من نیست اما ناگفته گذشته نمیتوانم. شوکتی که دربارتون همچون راننده گرفتید اونقدر آدمی باورناک نیست. این چه گپ است؟ این رو چه گویم؟ شوکت دوستی از همه نزدیک کلتکلس است. حالا میگوید که و نمیخوریم اما باز هم به او باور کردن لازم نیست. کی گفتید یزنا دوستی نزدیک کیست؟ کلتکلس. عزیزم حالا هم کلتکلوس میکنی. خواهش میکنم در باره او گپ نزن. اگر مرا حرمت نکنی اقلا بابایم رو حرمت بکن. ای بس است آخر. حله این چی علاقه دارد؟ بگذار اهمیت نده دخترم. میگن که جان میبراید و عادت نمیبراید. اما ما با این جناب به همش عادت میکنیم. همین طور نه داماد جان؟ من چی گفتم که؟ تمام دیگر گپ نزن. شوکت هم دوستی نزدیکی دومولوزیو و کلتکلس است. دومولوزیو هم در اصل دومولو نیست. یکی دومولو باشه نامش رو عوض کرده باشه. دیوانه میشوم. زهرا جان خوب هستی؟ خوبم اپا. برادر تو رو بسیار یاد کردم. چه خیلی سازی تینجی. در بیرون چی میکنی؟ ها با شریک چند شخص داریم. داماد رو گیر. باز از آمدنت خیر نیست. باز سر در بالا است. چی شد؟ باز قمار. با کمکت احتیاج دارم کلاس. شوکت با من در باره قمار گپ نزن. از راستی که سرم حالا بسیار ویران است. خدا جزایت رو دهد. تو دیگر اصلاح نمیشوی. کلاس جون وضعیت بسیار متشنج است. به خدا یاردم نکنی میکشم.
وای شوکت تو مگر با من فایده میاری که با میزی قمار میشینی؟ به خدا همین مراتب آخرین بار آخرین. بس کن شوکت، از برای خدا بس کن. برای نجات تو من چیها کردم؟ همچون ایمان اومده آدمان رو خانه کردم، موشزن شده بر این برآمده موش خوردم. من دیگر چیکار کنم؟ اما تو هیچ با عقل نمیشوی. به خدا که همه این نیکی‌های رو فراموش نکردم برادر، اما این مراتب به یگان کار کردن مجبور نیستی. تنها خودت باشی بس. تو چی میگویی؟ انا وای آدمان چون به سوی من هجوم کردن، البته به خاطری که قرضم رو پرداخت کنم. بعد از چهار طرف به سوی من حمله کردن، دیگه منم یگان ندانستم که چه خیلی این وضعیت برایم. با آن آدم ها گفتم که من کالتاکیلس هستم. کالتاکیلس هم گفتی؟ بله کالتاکیلس هم گفتم، برای آنکه به من باور کنند که از یگان جا پول مل دزدیده قرضشان رو پرداخت میکنند. دیگر گپ نبود که کالتاکیلس هم گفتی؟ این خیلی نگو برادر، تو قهرمانی مشهور هستی. چون گفتم کالتاکیلس هم همش مرا الکی حرمت کردن، راست ایستادن، گپزنیشون دیگر شد، مرا راست به نزد سردارشون بردن. سردارشون مخلص تو است. شوکت از راستی حاضر دهان و بینیت رو میشکنم. گفت که مادامی که تو کالتاکیلس هستی برای پرداخت کردن قرضت و برای پول کار کردن برای من یک کار میکنی. یعنی از کجای رفته چیزی رو دزدیده با او بردن در کار. نقشه‌اش رو به من داد تا پگه سر باید این کار حل شود، وگرنه من رو میکشن. شوکت بسیار کارت وزین است. از دست من یگون کار نمیآید. با تو برای کار. برادر تو چه میگویی؟ اگر این کار رو اجرا نکنیم او من رو میکشد. او از یک جای میگوید دوست که بسیار مشکل است. من چخیل میدوزم. من چی این رو پیش از آنی که با آنها من کالتاکیلسم گفتن باید فکر میکردی؟ برادر آن آدم‌ها بسیار آدمانی خطرناکند. اگر با من کمک نکنی من زنده نمیمونم. زنده نمان آخر. فهمیدی برادر؟ زنده نمان. تمام مخلوقات های طبیعت مقصدی زندگی دارند، اما تو چی مقصد داری نفهمیدم. با تو میگویم که آنها مرا میکشند، تو باشه عالم حیوانات نقل داری. برادر تو مگر فکر مرا نمیکنی؟ فکر میکنم. من تو رو از حد زیاد فکر میکنم، اما تو مرا فکر نمیکنی. باز اومده در اینجا با من گپ میزنی. یا خدا توبه. خدا بزنه تایی. من حالا چه خیلی خوب میروم که بودن این آدم رو معین نکرده در یک جا با او خوابیدن. نترس زهرا، اگر یگان شخصی خطرناک می بود خطاگیش رو میدیدی. نه ناممکن است. تو این دم ضررش رو میرسون. دوملازیو آدمی خوب است. خوب و آخر این دوملازیو نیست. پس کی است جواب؟ خوبش به نزد یزنه اون الان میروم. شاید او به من کمک میکند، اما بعدی اون بابایم هم میفهمد. باز بیمار میشود. نه بابایم حتی کسی نمیفهمد. نباید فهمد. کی است این آدم؟ کی؟ یزن سلام، بیکار هستی؟ زورا جان خوش آمدی. بله بیکارم. مرحمت چین. خوش آمدید خانم زورا. سلام لوین، چه حال داری؟ از پس کارو با شما چه خیر؟ تشکر زیاد. بخیر است. یگان مشکلی داری؟ یگان مشکلی ندارم یزن. من برای یک چیز رو پرسیدنی اومدم. مایلش مرحمت پرس. کالتاکیلس رو. کالتاکیلس رو؟ در اصل من معلومات گرفتن میخواستم. یک دوگانم در دانشگاه در باره جنایتکاران مقاله میخواد تایر کنن. خیر نباشد دوگانت خودش بیاید، ما به او کمک میکنیم. همین خیلی نلیوین؟ بله از دستمون چیزی باید میکنیم. نمیشه بعد دوگانم اومدن نمیتواند، چون که او در امریکا تحصیل میکنه. بسیار دور است سردارم، بسیار دور است. من به او معلومات میدهم. اما چه خیلی معلومات من نفهمیدم. مثلا چرا نامش کالتاکیلس است؟ از اینجا آغاز کردن میتوانیم؟ حاضر به شما میفهمونم. از سببی که به دیواری راست برآمده میتواند لقبش کالتاکیلس است. دیواری راست را میبراید؟ البته که میبراید. بسیار عجیب. عجیبیش با این به آخر نمیرسد. یعنی به همه جای خواستش در آمده میتواند. هر قفل خواستش رو کشاده میتواند. خواستنش کفایه است و بسیار آدمی مدنیتناک است. خوب میرقصد، پیانینو مینوازد، مود رو نیز خوب میداند، ماشین ها رو میداند و خوب میداند. ماشین رو با کار دراره؟
در کتفش باشد یک رسمی کارتکلاس کشیدگی است. در کتف چپش یزنه؟ بله در کتف چپش. لقب آدم که کلتکلس باشد در دستش رسمی کلتکلس میکشه. اگر خراب کشه رسوا میشود. خانم زورا سردارم اونال با شما چه خیلی دستگیر کردن کلتکلس رو فهمون؟ بس اصلی به یک لحظه سردارم بس نیست، باید من با خانم زورا فهمونم. اکنون گوش کن، سردارم اونال یک حیات از قفای کلتکلس میدوید. یک روز کلتکلس به درون آتش در آمده یک طفل رو نجات داد. از درون آتشی تفسان بچه اکی غلچبه که بیرون برآورد. گفته مرده کلتکلس جوان مرد حقیقی است. او اگر طفل رو نجات نمیداد سردارم هرگز او را دستگیر کرده نمیتوانست. بزرگی بیرون برا آخر سردارم من پیسرم برا گپ رو نمیفهمی. راستی که با گفتیم در بالا ماندیم. لون اوکی. بی فراست. استاد هجری استاد یک سوال دارم. خیلی بپرس هجری. استاد قرضی با فایز چی بگیری چی بدهی گناه هست همین خیلی؟ بله استاد یعنی که ریبا حرام است همین طوره؟ استاد من همین رو مشاهده کردم. هر کسی که قرضی با فایز گرفت عاقبتش بد شد و با قرض غوطه زد. تو چی قرضی با فایز گرفتی؟ نه استاد دوستم حاجی نعمت قرضی با فایز گرفت و حالا در وضعیت متشنج قرار دارد. هجری ریبا البته حرام است. استاد همین رو پورا فهمونید من نویسم و به حاجی نعمت گویم که این حرام است. میدونی هجری نه یعنی هر کسی که با ریبا سر و کار گیرد چی ریبا دیرد چی ریبا گیرد عاقبتش میشه دوستی تو بد میشود و حاجی نعمت به نعمت میشود. فهمیدی؟ خوبتر فهمونید استاد. هجری با آدم روزدار بسیار سوال نده که گناه است. استاد شما هم روزدارید بگاه خانه بیاید افطار میکنیم. افطار است وقتی روزکشایی شده. تمام شد مایلش. گوش کن هجری در حق دوست دعا کن. در اونجا اول دوستی تو گناهکار است که قرضی با فایز گرفته. او میدونست که این کار گناه است اما دیده و دانسته خودش رو به چاه پرتافته است. در این ماه مبارک در حقش دعا کنید تا از قرض خلاص شود. مایلش بگذار شبانه هم روزه گیرد. همین طور خداوند کارش رو سبب میکند و با او بگو دیگر قرضی با فایز نگیرد که عاقبتش بدتر می شود. فهمیدی؟ فهمیدم استاد. خوب فهمیدی؟ همش رو نوشتم استاد. خوب مایلش همین چیزی که با تو گفتم با حاجی نعمت میرسونی. مایلش خدا از شما راضی باشد استاد. رحمت از تو هم. خیر استاد روزتون بخیر. روزهای خوش هجری روزهای خوش. اکا بیتول چه شد؟ دیگر با من این خیل از دوری دست نافشون. مایلش چونان حس کردم که گویو مرا بوس پرتفته از من جدا میشوی. بیتول خواهر عزیزم چرا تو این خیلی چیز رو فکر میکنی؟ اینجا بیا دیگر اصلا جدا نمیشویم. فهمیدی؟ تو این خیلی چیز رو فکر نکن. صدقه تو شما از این بعد دوی ما یک جای میشویم. بیتول دوی ما مایلش تمام مایلش یه زمان به این آدم بسیار تعجب کردم. یک صورتش رو از نزدیک دیدم میتونم؟ صورتش؟ متاسفانه صورتش نیست. صورتش نیست؟ نیست. تشت‌هایم صورت‌هایم هر چیزی که در برای من است یگان تاش رو نشان نمیدی. فهمیدی؟
آدمی که با او ازدواج سفته کردم کارتکیلاس بوده است. بوده نمیتواند. خدایم لطفاً این خیل نباشد. کارتکیلاس نباشد. کی باشه؟ لابه شب بخیر آقای کالتاکلاس، خوب هستی؟ چی؟ رفیقت در دستمان است، با خبر باش. برادر شما چی گفته ایستاده اید؟ من فکرم خطا کردید. خطا کردم؟ کنی بینیم این آواز را میشناسی؟ برادر نه دیوال دا بر اومدم که چپا شیدم بیا مرا نجاده. شوکت قصدم مگی گردم کفی. آوازش را شنیدی؟ ما همه چیز را فهمیدیم. در اصل کالتاکلاس تو بوده ای. از من چی میخواهید؟ خواطر نشو. در حال حاضر تو را آنقدر مانده نمی کنیم. حیات رفیقت در بالای انگشتانمان است. چیزی خواسته هم آن را دزدیده به ما می آری. سراغه را با پیامک به تو می فرستم. شوکت در اینجا خودم با یک قطار مشکلی ها رو برویم، از دیگر طرف تو میبروی. این به کجا رفته ایستاده است؟ تو کیستی ها؟ حالا میفهمیم. شبیه این در حوزخونه چی میکوبه؟ سببی که به دیواری راست برآمده میتواند لقب کالتاکلاس است. ممکن است.
نگریزم زود باشید مایلت من به این طرف تو با اون طرف یک بار چوبان مایزده شده بود که کاملای حقیقی این مسجد منم اسم بلوم هستم. از سببی که با دیواری راز بر آمده میتواند لقبش کلتکلس است.